السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران و پدران و مادران عالی قدر، بنده امروز خواستم با شمایان در وصف مادر کمی سخن گویم، زیرا در حق مادر چقدر سخن گویم هم کم است. مادر هست و ما به این دنیا آمدیم، مادر هست و ما این روشنی و این زیبایی ها را میبینیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. مادر ضمن این 5 حرف چقدر مهر و محبت، خوشگفتاری و خوشرفتاری، بزرگی و مجسمه خاکساری نهان است. در عالم مقدس تر از مادر موجودات نیست. آره، تمام هستی وجود ما از مادر است. محض با طفیل جانکاهانه مادر ما به دنیا آمده آدم نام گرفتیم. از اینجاست که ما او را مقدس می شماریم و در لحظه های دشوارترین نامش را با زبان می گیریم و می گوییم مادر، مادر جان. مهر و محبت صمیمی مادر و شفزین داداری های مادر، این همه را با هیچ چیز برابر نتوان کرد. مادر هست که ما هستیم. کیست آن کسی که سرود الله مادر را نشنیده باشد، از شیر سفید و بحر نیافته باشد؟ مادر، تو چشمه حیات انسان هستی و حیات انسان به تو وابسته است. کلمه مادر کلمه می باشد که در تمام زبانهای جهان یک خیل آهنگ نوازشکاران دارد. انسان چند ساله نداشته باشد، خواه 50 باشد و یا 5، برای او مادر نوازش و نگاه وی ضرور است. و هر قدری که محبت کس با مادر زیاد باشد، حیات همان قدر فرح بخش و درخشان است. مادر، به تو هیچ بهار زیبا نیست و هیچ رماه پرفیض. فیض زندگانی ما از توست. تو ستاره درخشان هستی که راه فرزندت را روشن می سازی. مادر، تو یگانه وجودم و رفیقم، احسانم و دستگیرم در پریشان حالی و شریکم در غم و اندوه، لذتم در حیات و راحتم در ممات. تو خود جان به کف گرفته مرا به دنیا آورده، هم مسلک ستاره ها گردیده در سر گهواره هم با خواب شیرین دست به گریبان شده، با چشمان خستت بانیم کردی و مرا کلان کردی. زن و یا مادر شخص مقدس است. وقتی که سیمای او پیش نظر می آید، از چشمان او نور می بارد. این نور راه آینده حیاتمان را روشن می سازد. مادر آفرنده حیات و ممات بوده، از همه قیمت ترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. مهر بی همتای مادر به مثل خورشید عالم است که به تمام عالم سخاوتمندانه نور می پاشد. عشق پاک مادر به مثال چشمه های پرجوش است که دشت و بیابان را گلستان می کند. شیرین ترین و گواراترین و عزیزترین سخن این مادر می باشد. مادر زن است. زن باشد عالیه حسن و ملاحت. ادیبان و عالمان و بزرگان دنیا در وصف زن بسیار سخنهای مهربان گفتند. همه اشیاء عالم زیباست، اما مادر از تمام موجودات عالم زیباتر و والاتر است. دستی دعایت مادر دوای درد من است. یک خنده زیبایت چراغ قلب من است. با امر تقدیر گشتیم ما فرزند مسافر. یک دعای خیر تو
کلیدی بختی من است. الها خداوند مهربان هر پدر و مادر ما و شما را در پناه خود نگه داشته، با آنان عمر دراز و با برکت و صحت و سلامتی و در نوبت خود راحت فرزند را دیدن نصیب گرداند.